چوبک حاجی جلیلوف مفتی سابق قرقیزستان با اعلان اینکه زن دوم گرفته است و دیگران نیز میتوانند از این عمل او پیروی نمایند، در این کشور آسیای مرکزی بحث داغ را برپا کرد. بنا به قانون‌های قرقیزستان چند همسری در این کشور جنایت است و حداقل تا 2 سال زندان را در نظر دارد. بسیاری ها میگویند این اظهارات جلیلوف نقض آشکارای قانون است و باید مقامات نسبت به او چاره اندیشند. اما چوبک حاجی جلیلوف در یک اظهارات ویدیویی گفته است هدفش صاحبی کردن زنان و دختران قرقیز بود. او گفت با زن خانه‌دار شدم که تا این دم در ترکیه کار میکرد، کودک بانی میکرد. برای همین زنان را به ترکیه و چین نفرستید، با آنها غمخواری کنید، اگر امکان دارید زن بگیرید. اظهارات چوبک حاجی جلیلوف این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد بحث زیاد قرار دارد. رادیو آزادی برای شرح موضوع به خود جلیلوف در تماس شد، اما او از اشتراک در برنامه و همینطور شرح مسئله خودداری ورزید. قبلا جلیلوف گفته بود که شریعت برای گرفتن زن دوم اجازه داده است، ولی او از این تصمیم طرفداری نمی کند. در همین حال مرکز حقوقی کلیم شامی نیت دارد از بالای اظهارات مفتی سابق به دادستانی شهری بیشکک مراجعت کند. عزیزه عبدالرسولووا رئیس این سازمان گفت باید هر چه زودتر به این عمل جلیلوف بهای حقوقی داده شود. سال گذشته وکیل پارلمان قرقیزستان قمچیبک یولداشف پیشنهاد کرده بود که دوزنی در کشور قانونی گردد. رادیوی آزادی با وکیلان پارلمان درباره اظهارات مفتی سابق مراجعت کرد. بعضی از وکیلان مرد از شرح موضوع خودداری ورزیدند، اما عایده قاسمعلیوه وکیل پارلمان از حزب سوسیال دموکرات این اظهارات مفتی سابق را به شدت تنقید کرد. او گفت پارلمان باید به این اظهارات پاسخ بگوید. رفتن بعضی از زنان ما به خارجه و کار مشکل آنها دلیل برای دوزنی شدن نمیتواند. چند همسری این مشکل را حل نمیکند. سفر اسحاقوف نخست وزیر قرقیزستان روز 27 نوامبر در یک میز مدور در شهر بیشکک گفت او 4 دختر دارد و جریان حمایت از حق زنان را در کشورش تحت نظارت جدی میگیرد. اما تا به حال حکومت قرقیزستان و نهادهای وابسته به آن اظهارات اخیر چوبک حاجی جلیلوف را شرح ندادند.